تقریبا همه انسان ها در زندگی خود دنبال پیشرفت و ترقی هستند که مطمئنا شما هم یکی از آنها هستید. کسانی که دنبال پیشرفت هست انسان های پرتلاش و زحمتکش هم هست. خیلی کسا برنامه خوبی هم دارد، اما همه اینها به اهداف و نتایج دلخواه خود نمی رسد، چون در راه رسیدن به هدف خود، در راه موفق شدن، دچار بیماری بهانه‌جویی و بهانه‌گیری می شود. مثلا مگه امروز آب و هوا خوب نبود، من کار انجام ندادم، یا امروز حس و حالش نیست، یا امروز خسته هستم، یا مثلا پیر شدم دیگه وقت ما گذشته، یا یکی کار همراه یک دوستم انجام میتونم و دوستم هم نیامد و کارم انجام نشد، یا هزاران بهانه دیگه. اما کسانی که به اهداف و نتایج دلخواه خود میرسد کسانی هستند که از ویژگی خاصی برخوردارند. آنها دیسیپلین یا انضباط شخصی بالایی را دارند. آنها برای برای اهداف خود ارزش قائلند، چون دیسیپلین و انضباط شخصی در حقیقت کلیدی برای موفق شدن است. دیسیپلین برای ما میگه اگر ما بخواهیم یا حس و حال خوب را داشته باشیم یا نداشته باشیم، یگان روز باید کار را انجام بدیم. مثلا اگر ما یک نتایج مثبت را در زندگی میخوایم، اگر ما یک نتایج دلخواه را میخوایم در زندگی داشته باشیم، یک نتیجه متفاوت، باید کارهای متفاوت را انجام بدیم. و او کار متفاوت ما در او عادت ندارم، چون یک کار جدید هست. پس خیلی وقتا من زمانی که یک روز، دو روز یا یک هفته یا یک ماه کار انجام میتونم، بعد از او بدن از من حساسیت نشان میده، به خاطر اینکه بدن از من عادت نداره که کار را انجام بده. پس این دیسیپلین است که ما را در او مسیر نگاه منه، ما را باعث میشه که او کار را اگر ما حس خوبم نداشته باشیم او را انجام بدیم. اگر یک روز خسته باشیم همون کار انجام بدیم. اگر یک روز دیل ما نباشه یا حس و حالش نیه، همون کار را باید انجام بدیم. انضباط شخصی یا اونمو دیسیپلین کلیدی برای موفق شدن ما می باشد. خیلی کسا، مثلا خودم، از دیسیپلین یک برداشت دیگه داشتم. فکر میکردم دیسیپلین به معنای جزا دادن، مجازات کردن یا تنبیه کردن است، در حالی که دیسیپلین به معنای مجازات کردن نیست. دیسیپلین به معنای قدردانی از خود ما به خاطر کارهای خوبی را که انجام میدیم است. دیسیپلین در حقیقتش یک معامله در سود می باشه. مثلا ما یک کار بهتری را که باعث نتیجه بهتر میشه انجام میدیم، به جای ازی که یک کاری را نمیخوایم انجام بدیم و نتیجه هم که نمیخوایم داشته باشیم. یعنی دیسیپلین ما را وادار میکنه که اونمو کاری را، اونمو ارزشی را که ما میخوایم بلده خلق کنیم را انجام بدیم تا دمون نتیجه را که میخوایم برسیم. خیلی از کسا دیسیپلین مستقیم ربط میده به کارهای فیزیکی یا کارهای روزمره که ما انجام میدیم، یا همون نظمی که کارهای روزمره از ما داره. این هم دیسیپلین است، این هم انضباط شخصی است، اما دیسیپلین واقعی دیسیپلین ذهنی است. هر قدر که ما در ذهن ما شفافیت وجود داشته باشه، وضاحت وجود داشته باشه، هر قدر که ما نظمی درست از ذهن ما داشته باشیم، ما به اون اندازه در کارهای فیزیکی از ما راحت‌تر میشه. به خاطر اینکه ذهن است که بدن از ما کنترل منه، ذهن است که تصمیم میگیره که بدن چی کار کنه. یعنی بدن از ما فقط میتونه یک وسیله برای ذهن باشه. پس هر چیزی که در ذهن میگذره در کارهای فیزیکی از ما خود نشان میده. مثلا اگر یک روز اتفاق افتاده باشه که ما تصمیم نداشته باشیم یا یک برنامه‌ریزی خاص نداشته باشیم، یک رقم خود گنگ حس میکنیم، یک رقم خود سردرگم حس میکنیم، نمیفهمیم که چی کار انجام بدیم. این در حقیقتش ایره به نشان میده که در ذهن از ما چی میگذره، یعنی چقدر آشفتگی یا یک رقم ذهن از ما چقدر مغشوش است. هر قدر که ذهن مغشوش باشه، وضاحت نداشته باشه، به اون اندازه کارهای فیزیکی از ما نشان دهنده اعظمی ذهن از ماست. اگر بخوایم که یک انضباط ذهنی درست داشته باشیم، باید در ذهن ما شفافیت ایجاد کنیم که ما چی کارا رو می‌خوایم انجام بدیم، چی کارا باید انجام شنه و چرا انجام شنه. چون هر قدر که چرای از بزرگ باشه، چرای کار ارزشمند باشه، ولی از ما به مو اندازه کارهایی را که ما انجام میدیم راحت‌تر میشه. هر قدر که ذهن از ما نظم داشته باشه، به مو اندازه کارهای فیزیکی از ما نظم پیدا کنه. پس به خاطر اینکه بتونیم یک دیسیپلینی درست داشته باشیم، دیسیپلین ذهنی خوب داشته باشیم، باید شفافیت از کارهایی را که میخوایم انجام بدیم و کارهایی را که قرار است انجام بدیم و در کدام ترتیب انجام بدیم، به مو اندازه کارهای فیزیکی از ما هم آشکار و راحت‌تر و بهتر شده.